فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاسم إن شاء الله الباري شروط كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله الشريف ترين وجليل ترين وبزرگ ترين كلمة دلتور تاريخ بشري. والله عز وجل أسمان زمين بخاطر زمين كلمة فائدات. هدف فائدات إنس وجن كسب القرآن بصراط من جو وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس أنا أكثر ما قري كمال عبادات. ولفظ عبادات درين وفتاة كلمة لا إله إلا الله بخدوه مش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل رسول هذا النبي لك في الاستعداد بخاطره دعوت بمي كلمة مباركة فرسته لا إله إلا الله. هر نبي در وقت سبوده باشه رسول الله صلى الله عليه وسلم. در حدیث پیامبر سلام روایت است که در وصیتی که نوح علیه السلام کرده بود و پسر خودی بود که امرک بلا اله الا الله، متر امر میکنم که بگو لا اله الا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا اله الا الله في كفة لرجحت به. نوح علیه السلام میگه بر پسر خود اگر هفت آسمان و هفت زمین یک جا شود در یک پله ترازو و کلمه لا اله در پله ترازو دیگر باشه، این سر دو سنگینی میاد. فضالت بعض همه تو بزرگی کلمه مبارک میکنه. متاسفانه صورت که ما شما زندگی میکنیم این کلمه با که در قرآن کریم خیلی واضح هست. سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم متاسفانه دوری ما شما از قرآن و سنت منجر به این شده که مفهوم کلمه به شکل یک نوع مغشوش در اذهان ما است. یعنی ما درست حقیقت کلمه رو تا بال درک نکردیم. خود دلالت بدیم دوری ما شما از قرآن و سنت و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم منتهی به این شده که منجر به این شده که ما نتوانیم به شکل درست حقیقت کلمه را درک کنیم. و در این مثال های خیلی زیاد است که دلالت به این میکنه که ما درست درک نکردیم. فسق فساد انسان ما فایده میکنه به حالت انسان رسیده. یا کفر با اشکال مختلف مطلقا بلا منتشره در جهان است. از این کفر مثلا دوستی به خاطر غیر از الله عز وجل، دوستی با کافرها در یک صف شدن علیهم السلام در اکثر کشورهای اسلامی مشاهده میکنیم. تمام کشورهای اسلامی بدون استثناء شریعت اسلامی حاکم نیست، نظام اسلامی حاکم نیست. اگر باشه در بعضی مناطق است که دور از سلطه خود نظامای فعلی است، بعضی مناطق شده مثلا اگر در حقیقت در اکثر کشورهای اسلامی که نظام اسلامی حاکم، ما در فضا مثلا داخل شویم در اونجا مثلا نظام اسلامی نیست، یا نظام غربی است، نظام انگلیسی است، نظام آمریکایی است، یا نظامای غیر اسلامی در اونجا مثلا تطبیق مثلا دلالت به این میکنه که ما درست است. اگر پیامبر باید قیام میکرد علیه کشورها، علیه نظامها باید قیام میکرد. پیامبر در حدیث میگه شما تا وقت میگه علیه چی؟ علیه میگه امام مسلمانان تا وقت خروج نکنین، قیام مسلحانه با شمشیر نکنین الا ان ترى كفرا بواحا عندكم من الله فی برهان. تا وقتی که شما میگه کفر روشن و آشکار نبینن که از طرف الله داده نزد شما قرآن حجت باشه، واقعا نمی کفر کس این دلیل قرآن سنت دلیل واضحه که نمی کفر. بار دیگه شما چی کنین؟ دیگه خروج برای شما یاد شما قیام مسلحانه علیه نظام کنین. نگاه کفر با واقع فنن اشکال مختلفه با خود گرفته. متاسفانه غیر ضد افراد که اصلا نگاه افراد مطلقاً از اکثر امت اسلامی کل در قوم میذاره. دیگه مثال زنده شیعه است مثلا ما شما مشاهده میکنیم که آیات در قرآن کریم مثلا درباره جهاد و درباره صبر در طول آزمایش اینطور ما فکر میکنیم که برای ایده خاص مردم خاصی است. مثلا ما یا الذین آمنوا ای آمنو کی است؟ آمنو ولد به این میکنه که تمام مسلمانان در بر میگیره. ما متاسفانه ساختیم که آمنو به این معنی هگدی بسیار کم است. یک در کشور 20 میلیونی مثلا 3-4 نفر فقط مخاطب به میشه به خاطر اسلام اینا کار میکنه. ببینید وقتی یک صحابی وقتی به اسلام داخل میشه زندگی یک صحابی رو ببینیم زندگی خدا مثلا این چقدر فرق داره. صحابی وقتی به اسلام داخل با گفتن فقط نمی کلمه دو منطقه انقلاب ایجاد میشه. در ما چیزی نیست. جاهلیت قد رابطه میکنه. اما تا هنوز مثلا صفات جاهلیت در اکثر ما مثلا موجود است. مثلا اینی کلمه الله رو چی میکنه تحریک میکرد و حرکت برسونه حرکت مثلا میکرد بر روی زمین و خاطر تطبیق همین کلمه مثلا اما شما مشاهده کردیم که در کمتر از 30 سال اسلام تا ایران تا مناطق مثلا مغرب اینجا تا اندلس مناطق اسلام رسانده شد. توسط زمین مردمایی که اسلام مدت نمیکن فرا گرفتن تربیت اسلامی شدن و به خاطر نه تنها الله از زندگی خود تطبیق کردن بلکه میخوان در روی زمین هم تطبیق شد. پس چرا فعلا قرآن کریم موجود است؟ بله موجود است. سنت پیامبر سلام موجود است و موجود است. مسلمان در زمان صحابه که خیلی زیاد است. پس چرا این مصیبت و مشکلات؟ این خاصه پر اسباب داره نه؟ پس ما کوشش میکنیم در این جایگاه سببی که ما تونستیم رو الحمدلله دریافت کنیم یک سبب مطلقاً صحیح است که ما درست کلمه را درک نکنیم. ببینیم که پس کلمه معنیش چی است، شروط از کلمه چی است تا اون تطبیق کنیم و در روی زمین را تطبیق کنیم. درباره معنای از کلمه به شکل بسیار مختصر اکثر درس‌های گذشته که معنای خود کلمه الله است که معبود به حق وجود نداره مگر الله عز وجل، یعنی کسی مستحق عبادت نیست بر حق مگر کی الله عز وجل. این دلالت به چند مسائل میکنه. مسئله میگه که ما در قدم اول این ضرورت به نفع داره. مثلا ما نفع کنیم میگیم نفع معنیش است که وقتی میگیم لا اله معبود وجود نداره مثلا قرآن میگه ما کفر به طاغوت، یعنی اول ما کفر باید به طاغوت بورزیم. اول باید نفع کنیم دیگه خداوندای ساختگی وجود نداره.
یعنی بسیار مردم از پرستش میشه که صفات خداوند در اونها نیست، چرا هم پرستش میکنه مثلا؟ یعنی اول ما باید نفی کنیم از خود باید کافر شویم. هیچ کسی که مستحق عبادت مستحق با وجود نداره مگر کی با پسان اثبات زیر باید ثابت کنیم که الله عز و جل به حق، یعنی بدون حق بسیار مردم مورد باید قرار میگیره، بوتا مورد باید قرار میگیره، قوانین مورد نفس انسان مورد باید قرار میگیره. صدقتا نفس خواهشان برشان خداوند بسازه پیروی میکنه. یا مثال ما شما با چی میگیریم؟ با خانش میگیریم که چی وقت همی نفس خواهش انسان اله انسان فرموشه از انسان چی میکنه؟ مطابقت میکنه. از این خاطر ما شما اصلا درک میکنیم امروز بسیار کساس نه فکر میکنن توحید که صرف هم یک جانب داره. جالب اینه است که فقط زمین و آسمان الله خلق کرد. بسیار کسا بسیار اطمینان که دلایل که زمین و آسمان خداوند خلق کرد. این خو مشرکا میگه مشکل نداشت. مشرکان گفتن میگه در وقت میگفتن زمین و آسمان خلق کرده الله عز و جل. مشکلشان به این مشکل داری توحید اولویت داشتن به ایمان که عبادت خاص به خدا نمیکنه. این نفی طاغوت صورت نمیگرفت. طاغوت ان شاء الله میکنه که به تمام اشکال مختلف. حالا سوال به این پیدا میشه که پس ما شما فهمیدیم که ما باید طاغوت کفر و طاغوت خیر چی است. این رو باید بفهمیم. طاغوت کی است؟ تعریف علما می است که طاغوت هر چیزی است که بغیر از خداوند عبادت صورت میگیره. اگر انسان باشه یک قاعده میشه اضافه کنن که بغیر از الله جل مورد صورت میگیره و با عبادت خود راضی است. با عبادت خود راضی است. اگر انسان باشه عقل داشته باشه شعور داشته باشه عبادت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه بسیار مردم مثال زمان پرستش میکنه، بسیار مردم علی را پرستش میکنه، اینا طاغوت نیستن. به خاطر اینکه از عبادت خود راضی نیست. در غیر از انسان هر چیزی که مورد پرستش قرار میگیره طاغوت است. جماعت باشه، بت باشه، کو باشه، آفتاب باشه، مختار تمام طاغوت. این دلالت به این میکنه طاغوت مثلا در تعریف ما چیز دیگه ما شما استفاده میکنیم در تعریف دارد داریم تنها انسان طاغوت است. قانون امکان داره طاغوت باشه. قانون یک کشور مثلا جور میکنن از اون پیروی صورت میگیرن این شد طاغوت. حال ما شما درباره شروط لا اله الا الله صحبت میکنیم. اول قبل که شروط مورد بحث قرار بدیم اول به این بحث میکنیم که معنای شرط چی است در اسلام. وقتی ما میگیم شرط یعنی شرط چی معنی؟ شرط علما به شکل تعریف میکنن که ما يتوقف وجود الشيء على وجوده ولا يلزم من وجود الشيء لكن يلزم من عدمه يلزم ذلك الشيء. شرط چی است؟ تعریف اصولا برای شرط چی است که وجود یک شی، موجودیت یک شی متوقف ملزم با موجودیت است. گونه مثلا ما میخوام نماز بخونیم، بزرگترین شرط در نماز که انسان باید چی باشه؟ طهارت باید داشته باشه، پاکیزه باید باشه. پس وقتی که ما نماز خواندیم خود نماز مستلزم کی است که ما باید چی داشته باشیم؟ پس نماز میخونه اتومات با انسان وظیفه همه کی وضو داره. یعنی شرط نمیست که باید وضو باید داشته باشه. یک چیزی است که مطلقاً یک چیز بدیهی است. خصوصا علما چیزی که اضافه میکنن این است که در وجود نمی شرط این دلالت به این نمیکنه که این وجود داره یا نداره. شاید مثلا بگویم مثلا نفر وضو داره، این دلالت به این نمیکنه که حتما نگاه لازم نماز است. هر وقت نماز میخونه خود صرف نمیست که شرط به این معنی اگر در وجود نداشته باشه اصل چیز وجود نداره. اصل چیز می است که نماز مثلا ما میخوایم نماز بخونیم وضو ضروری است. و اگر وضو نداشته باشیم نماز خوانده نمیتونیم. حتی که در نماز استاد شویم اون نماز ما درست نیست. باید یاد باید نماز باید صورت بگیره. در کلمه لا اله الا الله کسی نمیتونه تقسیم میشه که شرط شروط داره. ببینید اگه نمی شرط نبود این نمی کلمه که به زبان ما جاری میشه در وجود ما اعتبار باز نداره. به این معنی که کلمه نقص میشه که خواندن میشه. این خود کلمه نمی صاحب می کلمه ایمانش که خواندن میشه. یعنی این شرط مطلقاً ضرورت باید انسان باید باشه. اگه این شرطی که دیمیشه شروط نبود میمونه که مسلمان انسان دایره اسلام بیرون میشه. کلمه را خوانی باید شرط حتما در تو باید باشه. شرطا را که مشمول به خوانش میگن. شرط که چیز ضروری در اما چیز موجود است که به اون متوقف است. اولین شروط لا اله الا الله است که ما گرفتیم در سه گذشته نطق یا اقرار لا اله الا الله در زبان است. مثلا در حدیث میگه وقتی که ابو طالب میگه وفاتش نزدیک شد در سر آمد و در نظر ابو طالب میگه کی بود؟ ابو جهل بود، عبدالله ابن امیه ابن المغیره میگه. مثلا برش گفت که ای کاکا گفت یک کلمه را بگو قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله کلمه اشهد لك بها عند الله. کلمه رو بگو پیش خدا برات گواهی بدم به کلمه. کاکا می کلمه رو گفت و سبب نجات چه و ابو طالب کلمه رو زبان خود نهاد. به این خاطر که خوف داشت. خوف از این بود فقط صرف عصبیت و تعصب قومی گرفته بود. ما بعد سردارات قریش بگن که ابو طالب یک شخصیت بسیار بزرگ در قریش در دین برادرزاده خود داشت. به اینکه به این مطلقاً معتقد بود که دین حق. پس دلالت به این میکنه که نطق یک چیز حتمیه. ابو طالب در قلب تصدیق داشت اما این برش مفید واقع نبود. با زبان خود باید اقرار. از این خاطر یک مذهب است در قدیم بوده شاید عالم و شاید وجود در بسیار مردم این شکل. کمونیستا در افغانستان با زبان خدا عالم میگن که ما کمونیست است. حالا علما این رو تطبیق میکنن وردن میگه ما کمونیست بدن چی معنی میده؟ یعنی به ایمان که ما چی منکر هستیم کمونیست از الله مطلق بنا غیبی چیز ما به رسمیت نمیشناسیم. و صد که برای ما بگه این بینمین نفسی نمی حدیث بده میشه که کافر است بخاطر که اقرار بر ازی مطلقاً مفید نیست. اگر هر کس بگه که از قلبش چی خبر داری خود این اقرار دلالت به این میکنه که بودن خود این کلمه از زبان جاری میشه که مثلا ما کمونیست هستیم فلسفه بدیم. مثل دیگه کسا مثلا میگه ما سکولار هستیم غیر افغانستان کسی میگه
ما دین هستیم، سکولاریسم هستیم، دین باید در مسجد حاکم باشه و در بیرون از مسجد باید دیگه چیز حاکم باشه. از اینا بدتر. اونا خطرشون از این مردم اول که رجعتر از پایین مردم دوم. چرا در مردم اول مطلقاً با دین مشکل داشتن. این مردم دوم که نه دین به شکل برای پیش میکنه که دین هم میپذیره. خاطر این دین تو جاها مثلا باشه. در خانه مثلا در بزن در مسجد. بیرون از مسجد باید مسائل دیگه باید حاکم باشه. اقرار به زبان کس یک شرط است. به زبان انسان باید به کلمه لغوی. در اینجا سوال پیدا میشه که مثلا بعض اوقات به انسان میگه که زبان اقرار کردن نمیکنه. به اون وقتا انسان معذور میباشه، انسان گنگ است، گنگام میباشه. یا اصلا تو حالت پر انسان مثلا میگه که انسان کافر است مسلمان میشه، خب کسی اقرار به گوش خود نفس میده، کشته میشه. احتمال داره که مثلا در ظاهر معامله مشرکین مثلا امکان داره داخل شه و بقبره مشرکان یا داخل. خدا نست الله چون فرصت پیدا نکرد اگر نمیگه که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک سوال دیگه الان پیدا میشه که مثلا آیا برای کسی که به هر کسی ضرورت وقتی ما میخوایم به اسلام داخل شد نام کلمه رو بگه، بله این شرط است که به اسلام داخل میشه این کلمه رو بگه که لا اله الا الله محمد رسول الله دلالت به این میکنه که به اسلام کافر بود داخل شد. صرف سوال مسئله به این پیدا میشه که بعضی کسان مشکل با این کلمه ندارن، مشکل با مسائل دیگه دارن. مثلا نفر از حج انکار داره، منکر حج است، منکر نماز است، منکر روزه است، منکر مثلا بسیار مسائل مثلا منکر است نه دری کس یا مثلا مثل قادیانا و مثلا به نبی و رسول دیگه مستقیم معتقد هستند. یک قسم مردم کس اگر میخوان توبه کنن این کلمه برایشان مفید نیست. به خاطر این مفید نیست که با این کلمه یا مشکل ندارن، به زبان خود میگن مشکل دیگه چیزاست. از این خاطر ما با مرتدین با کسی که مرتد است در دین اونم قسم معامله صورت میگیره که با مو معامله در اون بخش صورت میگیره، اون بخش منکر باشه. مثلا یک نفر ما شما میبینیم که در فالی آمریکا استاد شده باشه میجنگه علیه مسلمانا جنگید. اگر 100 بار به گرفت این کلمه را خوان کلمه برش مفید نیست. اگر نماز خوان نماز برش مفید نیست. چرا؟ به خاطر کی از دروازه که اسلام بیرون شده اونجا مشکل داره. ایدهش مشکل نیست. چرا این کلمه را نقد کرده شکستانده با چی شکستانده؟ با اینکه دوستی کرده دوست با کفار کرده با سبشان کرده خود به خود از اسلام بیرون میکنه. این کلمه مطلقاً برش مفید نیست. این کلمه را شما میخوانم تا آخر. این کلمه صرف کافر یا گوندو مثلا اگر گفت لا اله الا الله رسول الله او در اسلام داخل شد خلاص قضیه حل است. گوندو مثلا میاسک محمد در اسلام داخل شد در رسول خلاص به اسلام داخل ما مشکل نداره. بعد ببینیم که کدام مشکل دیگه توی صادر نشه. اگر یک نصرانی و یهودی مثلا گفت لا اله الا الله تنها به این کلمه اکتفا کنه، دیگه کس به موزم از او در حالی که اصل همین کسی که دوستی با کفار میکنه کلمه را که میگه کلمه در اصل قبول نیست به خاطر این کلمه را شکستان نه خب بزعم از او چی صحیح است که میگه کلمه میگه ما با این مشکل باید دارم. اگه یهودی نسل لا اله الا الله باید این اضافه کنه که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این باید اضافه کنه. اگر قادیانی بر دوام میکنه ما مسلمان هستیم این باید قسم اقرار کنه که لا اله الا الله محمد رسول الله دین کافی نیست. سوره اخبار نمون رسول الله باید را بگویه که ما به این گواهی میتونم که غلام احمد قادیانی یک کذاب دروغگوی بود و محمد صلی الله علیه و آله آخرین پیامبر است و هر کسی که وارد پیامبر صلی الله علیه و دعوای نبوت کنه او کافر است، کسی که از پیروی کنه او کافر است. این برای قادیانی یک مشکل دیگه حال پیدا داشته باشن که باید چیزی بشه دراز باید بوده. چون واضح هیچ جا مشکل ندارن و میگن پیامبر صلی الله علیه و رسول خدا بود. از این خاطر ما شما مرتدین معامله که صورت میگیره با کفار کافر که به اسلام داخل میشه این چیز باید مد نظر گرفته شه. از این خاطر مردم به بازی میخورن اونجا میگن اون هم کلمه خوان و نصرانی هم کلمه خوان. نه اصل مشکلش باید که محمد رسول الله مثلا در اونجا نگه نصرانی میگه لا اله الا الله یهودا میگه لا اله الا الله میگه اما چی که اون دو همی برش کافی اون دو که مجرد گذارم خلاص بستان چرا به خاطر که شرط اقرار است. یک مسئله دیگه هم نزد علما اگر کسی مثلا میبینین که کلمه نمیخونه آیا کدام چیز دیگه هم قائم مقام کلمه شو نمیکنه. علما اتفاق دارن که نماز قائم مقام کلمه است. این نفر شما دیدن که مثلا یک چند وقت کافر بود دیگه که مسجد نماز میخونه دیگه ضروری است کلمه ورته نماز خون خلاص پیامبر میگه که من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو پیامبر میگه واز ماست نه فهو فذلك المسلم مسلمان تو ذمت الله مدرسه کسی نماز ما رو خواند قبله ما روی آورد و ذبیحه که ما کشته بودیم رو خورد. صرف در نماز اتفاق است، در روزه و زکات به حد اتفاق نیست. دو قضیه متفق اتفاق است. صرف به قائم مقام کلمه نماز شده میکنه. تو نماز رو مسلمان میخوان یک اصل کلمه کسی که اصل از پیش بره اسلام از پیش شده. طبیعی درباره گفتم کسایی است که برای کافر اون رو میبینن در نماز مسجد نماز میخوانه حالت به این میکنه که اقرار به اسلام مثلا داره. شرط دوم بسیاری به اشاره کردیم که کفر به طاغوت است که الله عزوجل ما مکلف به چیزی که باید به طاغوت چی باید کفر باید بکنه. طاغوت به ایمان شما تعریف کرد هر کسی که بغیر قرآن پرستش صورت میگیره و از او راضی است.
مثل فرعون مردمای طغاتی که غیر از الله به متفاوت کار میکنن. قانون غیر از قانون ارزی که باشه، مثلا قانون چیزی از موردش قرار میگیرن و این شرط بسیار شرط اساسی در اسلام است. خیلی کسا مثلا هستن که اینمی شرط درشان متوفر نیست، از این شرط مطلقاً چی هستن؟ عاری از این شرط هستن و این طاغوت به اشکال مختلف با خود میگیره. طاغوت مثلا میگه طاغوت امکان داره طاغوت محتاب باشه، آفتاب باشه، مدت قرار مثلا میگیرن. طاغوت کس به سه بخش تقسیم میشه. یکی طاغوت النسک است، یکی طاغوت التشریع و الحکم است، یکی طاغوت الولاء است. توحید هم نمیشه شکل داره، ضدش چیزی است. طاغوت نسک می است که انسان باید نماز، روزه، حج، زکات، هر چیزی میکنه خاص به خاطر الله تعالی باشه. هیچ چیزی باید به خاطر غیر از خداوند باید چی نشه. غیر خداوند باید متوجه انسان باید نشه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لذلك امرت انا والمسلمين که تمام قربانی و زنده و مرده تماما به خاطر الله عزوجل. تو بیچ ما مشن پیامبر اسلام میگه یعنی قربانی هر چی باید به خاطر الله عزوجل باید باشه. اگر کسی مثلا ذبح خدا به خاطر یک کسی دیگه مثلا میکنه، این کار به خاطر خداوند صورت نگیره، به خاطر کسی دیگه مثلا صورت انسان اصلا دلالت به این میکنه که تو اصلا بغیر خداوند کسی دیگه رو شریک مثلا گرفتی. در این نفر مثلا مطلقاً استمداد نیست، طلب خواستن از الله عزوجل یک چیز واجبی است که الله ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص روایت میکنه، خاص استوش میکنه، مدد میکنه. اگر کسی مدد طلبی دن یک شرط بده میشه پشتن داشته در چیزی که دو غیر خداوند کسی قادر نباشه. این استعانت است نه؟ قلم برنامه امر مکمل کو. به خاطر ما به یقین دارم که به این چیز توان داره مثلا. بر چیزی که غیر خداوند قادر نیست. اگر کسی خواستی تو باز به این دایره داخل میشی. با دشمن تو میخوای بزنی با یک نفر از پیش استعانت میکنی. این به این چیز داخل نمیشه. دو داخل میشه در اموری که غیر خداوند دیگه کسی را قادر توان نیست کار کنه. مثلا مغفرت، اذن به شفاعت، عزت و ذلت به دست کی؟ دست الله عز و جل. انسان باید خوف و مرض الله دست. اگه نیم زاره به کس دیگه ساختی، هر کسی که باشه، خواه کدام جن باشه، خواه کدام چیز خیالی مثلا باشه، خواه مثلا اکثر از پیش جادوگرای کار زیاد صورت میگیره. به خاطر جادوگرا خیلی میترسن کارو همیشه میکنن، مثلا به خاطر جن قربانی میکنه، به خاطر جناز ذبح میکنن، ذبح به خاطر جناز صورت میگیره. این متقن اسلام انسان میره به نام طاغوت النسک میگن. نسک همین غیر عبادت ما شما میکنیم، بخش میشه که نماز، زکات، حج دفاع میگن. اگر یه به خاطر غیر خداوند مصرف شده انسان برام. یکی طاغوت الحکم و تشریع است. طاغوت تشریع به این معنی که شریعت گذاشتن، تشریع که شریعت نمیگذاری. شریعت گذاشتن که برای چند قسم مردم به داخل میشن. شریعت به این معنی احتمال داره در قسمت اول یک نفر موحد باشه، در قسمت اول موحد است، نماز، زکات، حج، کل انسان به خاطر الله عزوجل است. مطلقاً انسان موحد است. آل دین قسمت دومین باشه، آل دیگه توحید است مشکل داره. های در قسمت دومش به این بود که دی باقانه مثلا گفت که قانون گذاشتن یک چیز طبیعی در کشور اسلامی گذاشتن مثلا میشه، نزاع و کشمکش تو میشه مثلا میشه که در بسیار ما شما داریم در قبایل مثلا میری میگه که با پشتو حکم میکنی یا با چی؟ با کتاب تا قدر صورت میگه در منطقه. اینمی خودش اختیار نمی که با یک نفر اختیار میده پشتو حکم میکنی، اینمی خودش کفر است. این اسلام تو برآمده خلاص. والا تو در اول موحد باشی، در دوم تو مشرک شی، برآمده خلاص. چرا؟ به خاطر از اینکه تو حکم کسی نه، حکم الا لله. حکم نیست مگر از طرف الله تعالی. تو حکم به کس دیگه دادی، اختیار به کس دیگه دادی، اختیار به کفر داری که بر مردم گفتی که این کفر تو هم قبول میکنی. حال کفر از این خطرناک ولی برای قضا که بریم محاکم تو رو خونه نگه با قرآن حکم میکنی یا به چی؟ و کتاب انگریز. اون کتاب انگریز زنون مجبور است باید اون قاضیان نشستن کتابای انگلیسی پیش سرشان است، ماده 56 57 59 در اکثر کشورها میبینیم که قوانین اسلامی ای به معنی تشریع چی میمونه؟ هر کسی که نمی قانون گذاشت ولو که قلبا به این معتقد نباشه خود این گذاشتن انسان از اسلام بیرون دیگه داخل میشه. از نگاه تشریع تمام رؤسای کشورهای که رئیس کشور دیگه داخل میشه، اعضای پارلمان، کمیسیونر به حساب که در این مسئله دخیل میباشن در وزارت عدلیه و برنامه مستر محکمه اینا که میگن. سوم کسایی که به داخل میشن در حکومت تمام وزیرات بدون استثناء کنن. ببینید در تشریع کسی امر بسیار مهم است. قبل از اینکه نقطه شمارش قانون مورد مناقشه قرار میگیره، این کار اعضای پارلمان صورت میگیره، قانون مورد مناقشه قرار میگیره، یعنی دولت به این میکنه که اینا در کفر از اینا شرط. دوم باز چی میشه که تمام محول میشه به بعضی کمیسیون‌های خاص که تقنین نگهبان و بعضی وزارتخانه‌ها رو تشکیل که مورد بررسی قرار میکنن، ترتیب و تنظیم نگهبان میکنن. این کی تنفیذ میکنه؟ کابینه تنفیذ میکنه. این میشه نیست، این میشه چیز. این به خداوند گویی و بتون کل کشور اسلامی اسلام بیرون است. اینا طاغوت اینا هر کدام طاغوت تاش هست. این برنامه تشریع میگن. حکمش چیه؟ ده حکمی که بازی فیصله یک خطر میکنه. این کی فیصله میکنه؟ مجلس کابینه امر صادر میکنه، قانون اساسی پاس میشه. این کی تنفیذ میکنه؟ قضات. کل قضات اسلام بیرون است. اینا به این تنفیذ میکنه بغیر ومن لم يحكم من ضل فاولئك هم الكافرون. هذا سری قرآن که ورؤساء دول داخل مثلا کل اسلام بیرون برآمده. الحمدلله جنا خلاص. توحید الولاء است که باید انسان
دوستی و دشمنی خاص به خاطر الله عز وجل باشه. یعنی ما از الله عز وجل دوست داریم، پیامبر هم دوست داریم. این دوستی کل تقاضی نمیکنه که ما باید در صف کفار استاد نشیم. صف کفار تا شدن اشکال مختلف به خود میگیره. یکی خود متفس که اعتقاد ما شو کافر از روی شک نیست. والا به معنی چی است؟ به معنی داخل شدن در پیمانهای کفری. والا که معتقد هم به اون نباشه. کلانترین مثالش کشورهای اسلامی تقریبا اکثرش بدون استثناء وجود دارد. اینا از یک دروازه اسلام بیرون، از چندین دروازه اسلام بیرون شدن. شما باور کنید یک نفر عامی که مطلقاً صرف نمی توحید بفهمه، این کافی به در مجلس با هزارها عالم اصول به این قضیه مناظره کنه. بسیار یک چیزی بسیار ساده و عادی است مناقشه کنه. به خاطر کفر از کس از آفتاب که در روشن‌تر است. اینا ببینید تشریع حکم به خداوند نمیکنن، حکم معاذ نمیکنن. قانون غیر اسلامی است، با کفار دوستی دارن. از بسیار دروازه دیگه چی است؟ فحشا بین مردم نشر میکنن، فساد به حد رسیده. علما کفر به طاغوت سه قسم تقسیم میکنن. باید انسان همیشه یکی صفت اعتقادی است که انسان باید به این معتقد باشه در قلب اینا کافر هستند، پیروی زنا کسان به کفر میکشن به جهنم میکشن و اینا را باید در قلب خود بسیار سخت باید بحث بگذارن. در قلب خود خدایی کس هیچ کس عذر نداره. در قلب باید در قلب کس واقع غیر الله عز وجل اینا باید در قلب باید باطل باشه. دومی است که با اینا باید یک صفت اعتقادی، یک صفت قولی و زبانی که با اینا باید مواجهه و زبان باید بپردازه. ضد انسان توان میده پیدا کرد، با اینا باید مواجهه باید قولی باید. به ایمان قولی به ایمان که همون سنت ابراهیم علیه السلام باید احیا شود نشه. از اینا مبتذلی رو باید اعلام کنیم. در نوشتن مقاله در مجالس از اینا بزرگی از قوانین که حقوق انسان کلی باید بزرگ باید اعلام کنیم. و هم شکل امرشون باید حل کنیم. صفت سیومی است که صفت کفر با طاغوت سیومی همی است که انسان باید چی کنه؟ عملا علیه جواب جبهه بگیره. قلب است، زبان شد باش، جبهه گرفتن همی است که انسان با آخر نشه همی است که انسان با شمشیر لای نباید بشه. وقتی که چی؟ قرآن مسئلات میگه که فقاتلوا ائمة الكفر، شما با ائمه کفر بجنگید وليجدوا فيكم غلظة، شما با کسایی که با اونا میجنگید در شما باید غلظت باید احساس کنید. وقتی با کافر میجنگید با کسی که مثلا یعنی مقصد مردم هستن، اینا باید وقتی ما روبرو میشن باید از ما خشونت و غلظت باید رحمت باید به شما نباشه. قرآن میگه یتولوا منکم، فین کسی که با اینمی مردمایی که ما شما ذکر کردیم با اینا دوستی به ایمانه که در پیمانشان داخل شد در می مؤسسات طاغوت شد داخل شد، به این مدل به این میکنه که فانه منهم یزم و آن آذان. اگه یهودی بود یهودی میشه، نصرانی میشه. پیامبر در حدیث میگه من مات و هو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. حدیث مسلم روایت میکنه. پیامبر میگه کسی میگه فوت که و هو در حالی که میدانست که غیر از الله جل کسی مستحق عبادت نیست داخل به جنت است. ببین علی داخل جنت خدا راستانه است. ما دارم بفهم دیگر کار کنیم کلش از بین ببریم خلاص. پس مراد از علم در این چیز را حدیث کنه. مثلا مراد از علم این است که انسان باید چی کنه؟ از این علم خود چی کنه؟ دیگه باید عمل کنه. دلیل ببینید که پیامبر میگه از جندب بن عبدالله روایت است که كنا مع النبي صلى الله عليه ونحن فتيان. میگه ما پیامبر میگه ما میگه نوجوانا بودیم. فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن. میگه ما اول میگه ایمان آموختیم قبل از قرآن رو بیاموزیم. بس میگه ثم تعلمنا القرآن، سبب من القرآن آموختیم فزدنا به ایمان و ایمان خود میگه افزایش ایمان دارد به این میکنه که انسان عمل باید کنه. علما میگه که دین النبی صلی الله علیه و توحید، دین پیامبر میگه توحید است. شناخت است لا اله الا محمد رسول الله. العمل چی معنی؟ العمل مقتضاها، به این معنی که چیزی که نمی کلمه تقاضا میکنه باید به این عمل کنی. این نمیکنه علم نمیست. علم به این معنی که تو باید به قرآن باید چی کنی؟ باید عمل کنی. در قرآن کریم هر عالمی که مدح شده و عالم است به علم خود عمل کرده. عالمی که به علم خود عمل نکرده در یک جای خدا اون رو سگ و در یک جای خر گفتش. مثلا کمثل الکلب، مثلا كمثل الحمار يحمل اصفار، در یک جای بروز سگ و در یک جای خر. بس علمی که در قرآن مقصود است علم است با عمل مقرون با عمل متضاد. علم چیه؟ علم با عمل مقرون باشه. از این خاطر ایده مجموع داشته باشید که نوع مطلقاً چیه؟ عالم سور سرش اطلاق بکنید یا عالم سور بگویید یا صرف لفظ بسیار حقیرانه باید و عالم نیست در اصل. یعنی گفتن میشه به نام عالم سور. عالم چیه؟ عالم سور حقیقی در اصل. کسی که به علم خود عمل نکنه. ما شما عالم سور کی رو بگیم؟ کسی که به علم خود عمل نکنه. تربیت حمل نکنه عالم سور. از این خاطر بین ما شما بعض القاب فلانی بسیار محدث است، فلانی مفسر است، فلانی خب چی کردی که مفسر ده خود سوال خانه کنه نه؟ یک کسی که جبینش به خاطر پیشانیش به خاطر اسلام چملق نشده منکرات دیدنه امر ناصفه ده خود ما تقریبا خالد بکنه. هر کسی معرفت داره مثل چیزی میفهمه. او خالد ما گفتم الان کسی نه ما در میدان دعوت باید باشه، در میدان جهاد باید باشه، از الله و رسولش دفاع باید کنه.
منکرات رکمی و منکراتش باید یک نوش شریف مملکی باید بیاری. مثلا ما در کشور مثلا زندگی کنیم در زمان فساد منتشر است. مطلقاً ما به زبان خود یک عام نبیاریم. و دلت به این میکنه که ما تنها ما معرفت صرف شناخت داریم با این مسئله شناخت داریم. از اون خاطر فهمید در حدیث پیامبر میگه پیامبر سلام که وقتی که خفا میشد که یک امر ناشایسته را میدید که او مخالف شرع باشه. مطلقاً فرنگ پیامبر سم تغییر میده. این دلالت به منتهای ایمان در انسان میده. یعنی ایمان انسان با دقت اساس باشه که هر امر منکر رو ببینی ولو هر قدر کوچک باشه. انسان واکنش باید مناسب و سریع باید در اون وقت باید بشه. انسان باید صادر شه. واکنش اقسام مختلف وقت میگه یک کلمه در چهره باید تغییر باید. از این خاطر ما شما پیامبر میگه وقت نمازی نیست که امر خوب بد میشه بد خوب. مثلا بگیم مثال در موسیقی چیزی بسیار خوب برای مردم شده. مظاهر مثلا بیرون میشه زنا سرلوچی گپاس. این چیز بسیار عادی برای مردم. مطلقاً کسی شده باید باشه تجربه بزن سر بسازه. بسیار مزایای مثلا تطبیق غیر سنتی تراژدی لیشی گپا مطلقاً که عادی میشه. این دیگه باید وظیفه علما است که خود دعوتگر میگوید باید نمایندگان داخل شه و از این منکرات باید جلوگیری کنه. اگر امر معروف و منکر نباشه جامعه کاری غلط این فساد مطلقاً پس علم همی است که باید به او عمل باید صورت چهارم صدق و اخلاص. پیامبر در حدیث میگه ما من احد یشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرم الله عليه النار حرمه الله على النار. حدیث بخاری. کسی که میگه گواهی به که لا اله الا الله و محمد رسول الله از قلب خود که دی بسیار صادق و مخلص باشه الله عز وجل چی میکنه جهنم سر از حرام میکنه و در جنت داخل میشه. پس دیگه دی شروط کاملا میبینه اول اقرار است کفر بالطاغوت کفر بالطاغوت است اقرار میکنی و کفر بالطاغوت سیم به است که عمل به علم است چهارم صدق اخلاص صدق اخلاص انسان باید داشته باشه. از این خاطر خدا میگه که فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. کسی که لقای پروردگار خدا رضا داره که در جنت به او ملاقات میشه او باید چی کنه که فلیعمل عملا صالحا عمل شایسته باید انجام بده ولا يشرك بعبادة ربه احد و در عبادت پروردگار خود کسی را شریک نگیره. چون الله عز وجل چرت هیچ وقت موضوع منش قرار و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اونا میگن نشون میگه خدا را پرستش کنن که مخلص باشن. از این خاطر علما میگن که شرط قبولی یک عمل که دو چیز است. یکی اخلاص است یکی مطابقت پیامبر صلی الله علیه و سلم. مثلا یک پرنده واره یک پرنده دو بال داره با دو بال خدا ماشه میتونه پرواز کنه. یک بالش خطا کردی از پرواز میمونه دو بالش خطا کردی به پرواز کردن نمیتونه. این دو بال هم چه باید داشته باشه. هر عمل انسان که عمل انسان اگر میخواد قبول کنه به الله عز دو شرط دو یکی اخلاص دو شرط است از قلب انسان. پس تصدیق قلبی چیز نیست که باید اول تصدیق بالقلب لازم کنی باید زبان تصدیق کنی. یعنی بعضی کسایی هستند تمام زبان اقرار با زبان کافی است اقرار با زبان مطلقاً کافی نیست. اقرار با زبان به این کافی است که اعمال اسلام انجام میدی تو از شمشیر اسلام تو نجات میده. خود خدا تو منافق هستی کسی که در قلب تصدیق نداره مخلص نباشه به اسلام در زبان خود به خاطر موفی کار کنه این باید مطلقاً چی نیست مفید نیست. ان شاء الله رجل منافق است کافر است و کفار در درک الاسفل من النار بدترین جایی در پایین‌ترین تحت‌ترین جای در دوزخ هستند. پس این چیز ما شما لازم ملزوم است. تصدیق بالقلب میکنه فقط با زبان و مسائل دیگه که ما شما بازار گرفته میریم که علم است که مربوط به عمل. صدق اخلاص انسان باید داشته باشه. شرط پنجمی است که انسان باید یقین به این معنی که انسان باید شک نداشته باشه. هر نوع شک در کلمه الله باید انسان باید منتفی باید باشه. یعنی به این معنی که انسان باید اعتقاد جازم باید داشته باشه. قرآن پیامبر صلی الله علیه و میگه من یشهد لا اله الا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. کسی که بگه گواهی بده که لا اله الا الله و در قلب خود مطلقاً یقین کامل داره پیامبر صلی الله علیه و میگه میگوره به جنت میره. هر کس که این کار یقین چی معنی یقین کل علم مشما که میگه نه یقین تنها معنی نیست که یقین علم میگه با این کل معنی هم تو زبان لغت این کل باید منجر به عمل باشه. عمل حتما باید باشه. ما چی فهم قلبت یقین قلبت مثلا نفر مطلقاً عمل نمیکنه دلت به میکنه که مسلمان حتما این باید ثابت بشه. یقین باید داشته باشه. یعنی یقینی که تبلیغات شروع کردن برادر تبلیغی یا یگان تا برادر کلش نیست میگن که یقین این اصل یقین نمیدانم که یقین 80 سال شده که از یقین ما خو ندید دوستی به خاطر خدا شد نه حکم اسلامی به تبلیغ هیچ چیز کل منکرات مطلقاً برای مردم متفسر شد ما باید یقین اصل یقین نمیه. یقین به این معنی که انسان یقینه که انسان منجر به که انسان عمل فاسد انجام میده که این کلمه در زندگی تطبیق کنه. ما ترجیح به این میکنیم در کشور اصل در اصل سرچشمه خراب است. ما شروع کنیم که نمازهای مردم اصلاح کنیم. یک نفر مطلقاً از نگاه توحید مشکل داره. در نسک در شرک در حکم کلش مشرک است مطلقاً.
موچی که ما والا برو بگیم تو برو خوب روزه بدی خوب حج خوب نماز بخون. بسیار مردم خرج میکنن من نماز بخون وقتی که بمیاد شما دمی چی برند نمی محکمه کنن به نام عدل از میکنن برای خد ظلم است. بونی مثال داریم چی کسری تاوت. ببین دمیج بسیار نمازی است مردم نماز میخوانه. شاید بسیار مردم اون حجم برادر میجونه کلمات میخوان تزدام دارن تبلیغات میکنن دکتر تنظیمات نمیکنن. و کل چیز وقتی برن اون کل قانون انگریز رو تطبیق کردن. حالا ما به چیز رو دارم که بگم در 100 دفعه الله بگی میلیون دفعه بگو. که تمام ده سبحان الله ورش مفید میشه که اصلا خراب است ریشه نداره ریشه است اصلا این مشکلش باید حل کنیم ما کلمه مشکل اکثر تنظیم اسلامی است ما اکثر مردم شروع کردیم از گردی تا شکم گپا شروع میکنیم نفر سر نداره سر مطلقا مشکل داره ما از پای شروع کنیم دست شروع کنیم گیر شروع کنیم انسان باید همیشه باید تهدابی کارش تهدابی باید باشه اگه تهدابی نباشه دو بدونی اسلام است که ما در خانم گرفته میشیم مقصد مقصودمان نشان نمیدیم این اسلام است تمام یک نظام در افغانستان سقوط کرده این مطلقا مردم مقصودمان نشان نمیدیم تی فوجی چی به چی است فلان فوج از میشه فوج کل بقدر مربوط اسلام مورد استعداد قرار نمیگیره در نکار اصلا میشه میگه برای اسلام یادت هیچ فرق نیست یک نفر پیدا نمیشه که به پیشاری خانم خدمتی بره تو دیگر بوده که اسلام یادت فرق نیست فساد اخلاقی به کجا رسید اما باید اینکه این اصلا خود بنی است شما اسلام درست فهم درست نمی‌کنید یقین از خود تعریف دیگه یقین به معنی که حتی تحریف باید قرآن کریم صورت میگیره بس هم میگه نه جای دوامال کنفوس فی سبیل الله جهاد به اموال نفس چیز یک بای که میگه از ما دوام مجبور نمی جهاد بالمال افراد داری جهاد بالمال نفسی مدت میدان جنگ قتال است بدون کشته شوی دیگه خدای آیات خیر این نه دعوت این فرانکا رو بعد نیست کارش کوشش نکنی که آیات استفاده درست غلط مثلا در افغانستان مثلا مردم از میم دستر مگه ما سماد پانتون کابل تدریس میکنن مضمون تفاوت میگه جهاد هیچ قسم جهاد است جهاد از چی نظام اسلامی ترجمه نظام طاغوتی میشه ترجمه در مدارس اشتراک میکنه اونجا کفر گفته میشه تو آرام میشین دیگه کجا تو اسلام رو بگو جوان باز ما جهاد میکنه از وقت انسان میشه که جرأت بشه انسان همیشه باید باشه که وقتی که جهاد میکنه نمیکنه خواهد کوشش نکنید بچسبونید در جهاد کلام خطرناک ترین قضیه که ما در طول تاریخ اسلامی که ما کلانترین چیزی که بار آمده نمی است که برای عمل بد خود انسان تبریر پیدا کنه قرآن یک کار بد کنی باز بگه قرآن کریم اینی آیت برای چه این خود کلانترین خطرناک قضیه است باید انسان کافر نشه تو نمیتونی منافقی نیست صفات کنه ما مصلح است نه لکن مفسد نمی‌ناوده از این خاطر انسان داشته باشه که به خاطر عمل بد خود انسان زیاد داشته من این کار بد کردم اما نه که پشت قرآن کنم بگه بخواد بر دلیل پیدا کنه من دلیل می کار به این خاطر کردم به این خاطر کردم به این خاطر کردم میشم من جزئی نکردم میگه ولی من نه اجتهاد کردم جزئی اجتهاد شد الله عزوجل خودش شرط ششمی است که بسیار شرط مهم است که العمل بها عمل به این کلمه چرا به خاطر که عمل به این کلمه دلالت به این میکنه که هدف از آفرینش انسان چیه عبادت حتما باید او عمل باید باشه در غیر از باید آفرینش کجاست هدف از آفرینش میگه قرآن چی میگه ما یان امر کردیم که مخلصانه الله عزوجل میگه عبادت کنه و یقیم الصلاه و نماز برپا کنه و یؤتوا زکات ادا کنه دلالت به چی میکنه به عمل میکنه خود نمیکنه بود واشتن عبادت طاغوت اجتناب عبادت طاغوت میگه باید عمل کنیم عمل بیمس ما شما گفتیم در قلب بد میبریم در زبان اظهار میکنیم با شمشیر امراج میجنگیم خود این عمل است پیامبر مثلا برای ما مطلقاً چی کرده ایره برای ما ثابت ساخته جمله مسائلی که در عمل داخل میشه در اسلام یک چیز مسئله مهم است که باید شما بفهمید در نزد بعض علما نماز است نماز که از جمله شروط یعنی العمل است عمل کردن مثل الله از جمله شروط الف نماز یعنی اکثر علما میگن که نماز در داخل میشه یعنی کسی که نماز ترک کنه ولو که به این معتقد باشه که نماز حکم الله داده است نماز ترک کافر انا در اکثر علما چه قسم نماز ترک کردن کافر است اول حدیث میخوانیم که پیامبر این عبارت چی گفت پیامبر در حدیث میگه که بین الرجل و بین الشرك والكفر ترك الصلاه در میان انسان با شرک و کفر چی است گذاشتن نماز فاذا ترکها فقط نماز ترک کافر یعنی پیامبر مصری اید دی تاویل گنجایش نداره فاذا ترکها فقط اشرک روایت دیگه تغییر ترک مشرک شده پیامبر در علما به این هستند که در قسمت نماز یک بحث بسیار طولانی است بسیار مسائل است یک بحث زرگانه میخواد که در بعضی کسا بیت انسان کافر نمیشه هم شکل رای راجع میشه که انسان کافر میشه چی نه وقت ترک نماز انسان کافر میشه کسی که از نماز منکر باشه خود در وی شک نیست که بو خانم کافر است انسان معتقد به نماز باشه که نمیو کمال داده که من نماز نمیخوام چی قسم در علما گفتن که در امی است اگر کسی عید دیگه عید نماز میخوانه اون به نماز است جمعه خواندن هیچ وقت نمیتونه جمعه میخوانیم به نماز حکم به نماز بخونه یعنی کسی تارک الصلاه از نماز نخوانده حکم از کفر است
مفهومی درجه باید فهمانه شد که برادر نه قبل دیگه بود حالا مثلا خیلی خطرناک است باید اگر کسی قسم میخونه دو وقت میخونه سه وقت نمیخونه با سه وقت میخونه دو وقت نمیخونه این کس حکم فسق به خود میگیره خود در نزد اکثر علما کافر نیست با اینکه این روایت موجود داره از عبدالله بن مبارک روایت است کسی یک نماز قصداً ترک کرد یک وقت نماز میگه یک نماز کافر شده خون مباح نشده یک نماز قصداً در قام شکل حکم علما میاد که نه این به میاد دلالت به این میکنه بعض حدیث این میرسونه که فقط تارک نماز کسی یا نماز عید نمیخونه و جمعه و عید اون به بینمازی کلامترین مشکل ما شما بینمازی از بعض اقوال ضعیف پیدا شده بین مردم میره بعد میگم چرا مردم چرا نماز میخونه میگم من چی هستم میگه ایمان در قلب است نه یعنی ایمان خلاص بود ایمان میاد ایمان در قلب نیست ایمان به قلب باید نتایج باید داشته باشه یک مثلا از علما است که اینا مثلا شکل بسیار مختصر و بسیار بحث طویله یک نفر مطلقاً صحیح که نماز نخوان کافر شد اگر کسی مطلقاً فرایض ترک میکنه این با کفر داخل میشه حتی او کسایی که به این قائل نیستن که تارک نماز کافر نیست به این قائل هستن کسی نماز نخونه روزه نگیره حج نکنه زکات نده نه این چهار چیز نکنه حکمش حکم کفر است از محمد من کسی پرسان کرد این سواله که یک نفر میگه نماز نه روزه نمیگیره حج نمیکنه حتی نماز هم میخونه اگه میگه پشت کسون قبلا میکنه نماز میخونه این میگه مسلمان است نه گفت نه تانی کافر است کسی را مسلمان هم میگه این باید توبه کنه اسلام میگه کی ما نماز نخونه روزه نگیره حج نکنه حتی کسایی که به این قائل نیستن که نماز بعضی کسایی که به این قائل نیستن که نماز باید که نماز چی است مکفر نیست کسی نماز ترک کنه به این قائل هستن اگر انسان فرایض ترک میکنه ترک فرایض صورت میگیره که علما بسیار جالب میگه من یک سوال از شما میکنم که علما بسیار داشتن یک کس پیش پیامبر سلام میامد میگه یا رسول الله این خوب متوجه باش دیگه کس پیش پیامبر سلام میگه پیامبر سلام با ایمان میارم تو پیامبر خدا هستی یا بالا ایمان دارم با قرآن ایمان دارم نه کلا نماز نمیخونم روزه نمیگیرم با صحابه جنگ هم میکنم این چی میگفتش پیامبر همه دیگه دوقیتی مزید تو اگه مسخره است مشخصی چی اسلام دیگه اسلام باشه ما همه قسم هستیم دوستش داریم همه جنگیم باش دوستش داریم صف مقابل داشتیم علیه سنت پیامبر صلی الله علیه و آله شمشیر گرفتیم میدونیم خیلی قضیه خطرناکه اما شما فهم در افغانستان مال مواجهات این کشور بسیار اساس و این همیشه باید یاد داشته باشین که سابقه یک نفر کس در حدیث پیامبر صلی یک نفر میگه عمل به جنت میکنه که در بین جنت دیگه مسافه نمیکنه عمل دوزخ انجام میده دوزخ یک کس عمل دوزخ انجام میده بین جنت دیگه چیز نمیمونه هیچ مسافه نمیمونه که دوزخ داخل شه یا در عمل جنت میکنه به جنت داخل میشه خود این حدیث یک قید میدیم علی ما یبدو للناس ذلك عمل جنت میکنه قسمه که برای مردم معلوم میشه یعنی ببینید که آدم در اصل در نفاق و شقاق جفا گیره در اصل در ظاهر میبینید خوب آدم است نه حدیث قید بسیار جالب است چرا که الله ذات خیلی مهربان است یک نفر به اخلاص کار میکنه بعض از قلب کار میکنه و اسلام خدمت میکنه و الله خودش رو نگاه میکنه یعنی بعضی کسایی بسیار این مسئله پیش مردم است تو نیست این نفر که به اخلاص کار کنه و خداوند از ابتلاءات نجات میده الله تعالی ان الله یدافع عن الذين امنوا خداوند مؤمنان دفاع میکنه مؤمن کی است کسی که اینمیش شروط الله داشته باشه و خداوند نجات میده از ابتلاء و کسی که در ظاهر عملش خوب است اما باطنش برای خداوند باطنش خراب باشه و خداوند از ما نگود شاطر نمیاد اینو ببینید خب بعضی مردم هستن عمل دوزخ چی مونامته یک نفر است مثلا بسیار مردم باید باشن فساق هستن فاسق هستن خود در مسائل اسلامی کفری گپا خیلی سخت مردم هست باور که برای کمتر اسلام کم زیاد کنی روی دمیر فراموش است و مشکلات دیگه دارن مثلا مشکلات اخلاقی گپا باشه احتمال الله تعالی در حدیث ثابت است حتما کارش نمیاد امکان یک عمل انجام بده که عمل چیه به جنت داخل شود یکی از اعمالی که انسان به جنت داخل میکنه که انسان هر قدر فسق کرده باشه که از اسلام بیرون نشده باشه او شهادت داره خداوند کل فسق انسان گم میکنه فسق نه چیزی که فاسق باشه انسان باشه هر قدر فاسق تو باشه یعنی می عمل انجام میده رفتی خلاص حالا پیغمبر تو میگه ما فاسق هستم خود تربیت کنم برو خلاص جنت خرید میشه میگیره یعنی تربیت اونجا باز الله داره تربیت میکنه اینجا خلاص یک عمل انسان شهادت است که الله تمام فسق انسان رو دور میکنه ببین درباره فرعون درباره ابلیس معرفت داشت ابلیس خلق مطلق آدم علیه السلام مشاهده کردیم تا آدم علیه السلام خلق کردیم کل زمین هم خلاص اما کفر استکبار عنادش نه کفر نه استکبار شرط هفتم محبتی که منافی با دشمنی باشه انسان اقسم با الله باید محبت باید داشته باشه با رسول صلی الله علیه و آله باید محبت داشته باشه که محبت در حدیث هم باید مقدم از دیگر محبت ها باشه حتی از نفس خود که باید الله و رسول صلی الله علیه و آله اقسم با خداوند باید دوستی انسان داشته باشه محبت مطلقاً با احد از مخلوقات باید چی نکنه به محبت میشه وقتی که تکرمه محبت خداوند باید ترجیح باید باشه این محبت که است محبت قلبی تنها محبت قلبی نیست که باید انسان در عمل خود رو باید عمل باید ثابت کنه
خواندن نماز در جماعت مثلا جماعت نماز مثلا بخوانی خودش یک محبت کرده که با خدا محبت من داشته باشه. همین نیکی با والدین، نیکی با همسایه. هم که مجالس شما میشنید الله عز وجل شما را صاحب گردان اسلام دوست داشته باشین. الله عز وجل محبت رو شما دعوا کردیم که الله عز وجل بر شما واقعا محبت قلبی بگردانه و بر ما کس محبت بگردانه در روز قیامت شفیع ما شده در آخرت. همین مجالس که شما جمع میشیم مثلا یک برادر یک تکلیف میده مثلا ما میگه خود به تکلیف ما جمع میشیم برادر دونه خود به خود یعنی که مجالس دارد به این میکنه که انسان باید محبت باید داشته در مجالس خصوصا در شرایط امروزی جمع شدن مجالس دلالت به محبت الله و رسول صلی الله علیه و آله ان شاء الله کنه. یا مثلا انسان انفاق داره خداوند مثلا انسان جهاد میکنه انسان مثلا حق میگه در مجالس جهاد شمشیر به دستش میزنه کل دلالت به این میکنه که کسی باشه که دلالت به محبت الله و رسول صلی الله علیه و آله بری میکنه که الله دوست داره ان شاء الله در ظاهر عام و هیچ کسی در شما فهم هیچ کس به خاطر ذاتش دوست داشتن نمیشه مگر الله. این مثلا فی قید پیش ما ذکر فالله عز وجل خاص به خاطر ذاتش دوست داره. از خاطر کسی که به خاطر ذات فقط الله عز وجل. چرا به خاطر که اوامرش اطاعت میکنی از نواهیش مثلا انجام نمیدی که گفته باشه. و از جمله محبت پیامبر صلی الله علیه و آله انسان تابع سنت پیامبر صلی الله علیه و آله محبت رسول الله صلی الله علیه و آله تقاضا میکنه که با سنت پیامبر انسان کنه. قرآن میگه که قل ان كان اباكم بگوی پیامبر صلی مگر پدرای شما ابناکم فرزندای شما اخوانکم برادرای شما ازواجکم و همسرای شما و عشیرتکم و قبیله شما اموال و مالهای شما اقترفتموها مالهای شما چی کردن اقترفتم باشد شما لگرفت و تجارت تخشون و کساده تجارت که از میترسن که تجارت کساد شو به حساب از بازار بفته و مساکن و تردونها و خانه که شما دو زندگی میکنه و رو دوست دارن و رو رضایت دارن اگه نمیست اش چیز باز بکنم میگم که دو پدرها فرزندا برادرها همسرها قبیله مال تجارت و خانه که دو زندگی میکنه قطر دو میکنه اگه این چیزا از خدا و رسول نزد شما دوست داشتنی تر باشه و از جهاد در راه خدا فطرف باشه پس شما منتظر باشین تا اگه خداوند میگه امر خدا بیاره والله لا یهدی القوم الفاسقین و خداوند قوم فاسقه هدایت نمیکنه. بند موضوع از فسق کفر است. اگر کسی اینمی عشق عذر کس در تمام کتابایی که میگیرن به تفسیر عشق عذر غیر شرعی میگن عشق عذر غیر شرعی این عذر نمیکنه. محبت خدا و رسول و جهاد باشه تو بگی نه ولا پدرم است مادرم است قبیله است تجارت است مالم است ای با خدا و انسان ابتلا میکنه اگر به این مقدم درست تو فاسق است به میوک مزین قرآن فاسق به محبت خودی مقدم میگن از این خاطر اعذار غیر شرعی در اسلام میگن بیاد داشته باشن به صورت توبه و نام موضوع غیر شرعی میافت از پیامبر سن باید اطاعت باید صورت بگیره خود میتونم که بدونم شما خدا دوست دارین از پیامبر سن چون شما اطاعت کنید. دیگه جمله بیاس از جمله مسائلی که مربوط از این میشه دلا و صبر علیه انسان مورد اطلاق قرار میگیره باید صبر داشته باشه که خود دلالت به این میکنه که دلالت به تحقق کلمه لا اله الا الله میکنه. دیگه در فاری جمعی است که انسان بیشتر ذکر کردیم حاکمیت از آن در حکم از آن خداوند است. شرط هشتم محبت صادق جالب از بعض دلالت گرفته کسی با فیصله الله عز وجل باید پیش باید راضی باید باشه دلالت به این میکنه که این انسان که از کسی است که پیامبر صلی الله علیه و آله دوست داره. شرط هشتم که زمین است که رضایت به حکم پیامبر صلی الله علیه و آله و تسلیمی کامل. بیشتر مفهوم اول هم ذکر کردیم که انسان قرآن میگه که هرگز اینا ایمان نمیآورن ای رسول خدا تا که تو را حکم در قضیه کردن دو مخاصمه و جدال پرخاش کردن و تنها تو را نه که فیصله کننده قرار بدن تو باید فیصله کنی به این فیصله تو باید تسلیم شون تو تسلیم کامل شون که حتی احساس دلتنگی نکنی. این علامت چی است؟ علامت می است که شما با کلمه لا اله الا الله راضی هستید در غیر زنی پس شما عرف شدید که به این کلمه راضی نبود و قانون الله راضی نبود و اینه بود دلالت به این میکنه که اصلا قیامت دعوایش همین دعوای چی است؟ میانتی است. نهمین شرط علما ذکر کنی است که اینمی 8 شرط را که ذکر کرده بینمی وفات کردن بینمی وفات کنه همش ذکر شد نه علم عمل کل ذکر شد تا واقعا بینمی انسان وفات کنه. این کسی است که باز زندگی خود لایق و مستحق و کلامترین نعمت داخل میاد به انسان باید وفات کنه و دنیا بره. یک بعض مسائل دیگه است که شرطا رو که ما ذکر کردیم امکان داره بعض سوالا مثلا یک سوال مثلا پیدا میشه که بعضی کسا خود گفتن که برادر این خوی شرطا رو بسیار مردم یاد ندارن که عمل است معرفت است. این ضرور نیست که هر کسی رو باید بفهمه
یعنی مثلا اسلام نداره که هر کس باید رب فهمه دیگه مثل کلا برای یک دو سه چهار پنج استاد و نو شرط خور نو شرط خیلی کافر است یکی چیزی بدی بود جور نکنه من این ظرف مردمی رب فهمه ضرور نمیاد که نمیداره انسان شما انسان دیدن هیچ ضرب شرطا رو برای بفهمه کسی نمیخواد بفهمه که مسلمان نیست لا من مسلمان شما نکو بغیر خدا کسی مستحق عبادت نیست عبادت خاص به خاطر خدا خیر قانون خدا یا قانون قبول نمیکنه و دوستی به خاطر خدا میکنم بس همین شرط خلاص میشه این خبر تفسیری به این خاطر شما منایس علمی را فرا بگیرید وقتی مردم مخاطب قامت باید بندازه عقلش مورد مخاطبات قرار بدونی کار مجلس جور کنیم سب کل مردم جمع کو ریسافه دوشتکار شروع کو سب که نو شرط بر گفته بود گوید نفهم وی کدام اسلام است برام